کاش وقتی شب بیا و خانم خواستگاری یه جانم اشاره کرد که به به. سلام برابکس افغانستان و تاجیکستان با هم دیگه یه همکاری مشترک دیگه بچه‌ها اومدیم با هم دیگه یک همکاری دیگه با هم از بچه افغانستان و تاجیکستان بشنویم از استاد قیس الفت و بانو شبنم ثریا. اوه دیگه دوتا اسطوره‌ن اینا. این دو نفری که خیلی با هم دیگه فیتی داشتن. بله بریم که ریاکشن داشته باشیم. ترکی به اسم اشتباه نکنم کلاب تو کابل. درسته؟ بریم که ریاکشن داشته باشیم. موزیک ویدیو یعنی اجرای پلی بک احتمالاً داشته باشیم. 4 دقیقه و 22 ثانیه. دمتون گرم بچه‌ها. بریم که ریاکشن داشته باشیم دیگه. مرسی. این از همون اول شروع کرد. آهنگ ریتم افغانستانی داره. آره درسته؟ یک ریتم اون حالت سنتی و مدل آهنگ تاجیکستان هم داره همینجوری ریتمشون تقریبا چون مدلشون یکیه دیگه. آره ولی کلا خب اون چی میگن چون ریشه تاریخی همه این کشورها یکی ان موسیقیشون هم شبیه ولی این اصالت موسیقی به اسم افغانستان ثبت شده یه جورایی. یه جور آره دیگه. بریم ادامه. این دخترک کلاب یعنی چی بچه؟ یعنی گلاب نکنه گلابه نمیدونم بچه بگی کلاب یعنی چی؟ اصلا نه نمیدونم واقعا. بگید بچه بگید حتما داخل کامنت بگید. مقبولیت چشمایش مرا دیوانه کرد. ای بچه که کابل بدلم خانه کرده مقبولیت و چشمایش مرا دیوانه کرده کاش وقتی شب بیا و خانم خواستگاری ای کاش که موقعی که میای به خواستگاری. ببین فکر کنم در وصف دختره میگه چون میگه ای دختر کلاب بعدش در مورد مثلا وجنات و زیباییاش صحبت میکنه. بعد اینم همونه دیگه اینم در وصف اون میگه کابل. این کلاب فکر کنم یا سمت تاجیکستانه این از سمت تاجیکستان خب نه واسه کابل اصلا. خب نه دیگه کلاب اینم برام تاجیکستان اینم کابل رو میگه دیگه. بذار ببینم. کاش وقتی شب بیا و خانم خواستگاری عروسکی خد بسازدم ساری بزاری عاشقی چی سخت است دل در ترس لرز است به عشق و محبت زندگی چی تلخ است عاشقی چی سخت است دل در ترس لرز است به عشق و محبت زندگی چی سخت. فهمیدی اونجا چی گفتش که موقع کاش که موقع که میای خواستگاری از خودم مثلا یه عروسکی بسازم که کنی. آره دیگه اومدی لذت دلو ببرم دیگه. به عروس خانم اومد مثلا اینجوری. چه چیرین باحال گفتن. من تا حالا با این عنوان ندیدم یکی تو آهنگ بخواد بیان بکنه. خیلی شیرین بود. دل در ترس لرزه به عشق و محبت زندگی چی سخته. فکر کنم دارن زنده میزنن. حس میکنم آهنگ ضبط شده. غیر از فکریارم دیگه فکر ندارم جز یارکی کابل کس کاری ندارم.
اکتای بانو شبنم سورندی خیلی جذابه، خیلی جذابه، یعنی به اون نحوه خوندنی که داره، به اون حالت و بس یه جوری عروس بودن است قشنگ بهش میاد دیگه، یه جوری اکتاش با اون تو صورتش میبینی که آقا مثلا داره ناز میکنه دیگه، اومدن خواستگاریش داره ناز میکنه. آخه پس کاری ندارم غیر از فکر یارم دیگه فکر ندارم جز یارکی کابل پس کاری ندارم ای دخترک کلا به دلم خانه کرده مقبولید چشمایش مرا دیوانه کرده کاش وقت شب بریم با خانش خواستگاری عروسک خود بسازمش ببین این خودش شروع کرد، این خودش بساطو شروع کرد، گفت این دخترک کلاب چشاش مقبوله و خفن خوشگله، ای کاش موقع که میریم خونش خوش عروسک بسازه. اونم گفت من میسازم دیگه، تو بیا من میسازم، تو بیا خواستگاری، تو بیا، تو اوکی رو داد دیگه بچه‌ها، تو قدم اولو بیا بقیه‌اش با من. عاشقی چه سخت است دل در ترس و لرز است به عشق و محبت زندگی چه سخت است ای بله ای بله یک لحظه نگاهت غم میکند گم شیرین خنده های آرامش دردای یک لحظه خنده های تو غم و غصه از من دور میکنه. آره واقعا میگن خنده های یار چه ها که نمی کند با من، منفجرت میکند. واقعا شیرینه یار، شیرین است. به به لیمو شیرین یا شیرین؟ شیرین است. بچه بریم. یک لحظه نگاهت غم ها میکنم شیرین خنده های آرامش دردم ای دخترک کلا به دلم خانه کرده مقبولید چشمایش مرا دیوانه کرده کاش وقت شب بیا با خانم خواستگاری یه جانم اشاره کرد که به به حتما اون اونجا که خودش گفت ایول، اینا اینجا جان اینا کارو جمع میکنه بچه‌ها. کاش وقت شب بیا با خانم خواستگاری عروسکی خیلی بسازدم زاری بزاری عاشقی چه سخت است دل در ترس لرز است به عشق و محبت زندگی چه سخت است عاشقی چه سخت است دل در ترس لرز است به عشق و محبت زندگی چه سخت است فکر کنم اجرا زنده بود چون یه اکتایی میومدن که اصلا نمیشه اینو ضبط کرد بعد اینو اینقدر مچ باشی بخواید دوباره تو اون لحظه بود. آره تو اون لحظه خیلی خفن بود بچه‌ها، خیلی شیرین بود، جذاب حال کردیم بچه‌ها. بله دمتون گرم که تماشا کردید. اگه دوست داشتید از این همکاری واسمون بفرستید، لایک سابسکرایب یادتون نره، زنگوله اینستاگرام بکوبید. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی پیس اوت. خدا نگهدار.